لیکن مختصر امین است که ما در حقیقت میدانیم بعضی از لشکرهای طاغوت که البته بسیاری اینها خودش مسلمان میگوید، پدرش ملا میگوید، باباش ملا میگه، بعضش قرآن میخواند، نمازخوان است، وقتی شود حج و عمره میرود، هم عمره یا حج، و حتی خودش کار ثواب کرده ایستاده میگه من در درون ترمه مثلا مسلمان‌ها با سبک میکنم، یاری میکنم و غیره و غیره. لیکن با وجود همه این باید بداند که این لشکری طاغوت است، این کافر است. هر کسی که به کسی کمک کرد در روز قیامت همراه همون میخیزد. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه احشروا الذين ظلموا وازواجهم، یعنی و ازواجهم و اعوانهم. خیلی که سلف صالحین معنی داد کردن. احشروا الذين، یعنی الله میگه که حشر کنید، از قبرها بیرون کنید آن کسانی را که ظالم بودند و به مردم ظلم میکردند و یاردمچی های آنها را. لشکری طاغوت همیشه همراه طاغوت در روز قیامت میخیزد. الله سبحانه و تعالی وقتی که فرعون را مذمت کرد و هامان را مذمت کرد، الله سبحانه و تعالی لشکرهای اینها را هم همراه فرعون و هامان یک حکم برایشان صادر کرد. این فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئین. فرعون، هامان و لشکری هر دوی این خطاکار بودند. الله جدا نکرد بین لشکری فرعون و خود فرعون، برای آنکه همین لشکر است که طاغوت میکند. اگر امروز همین لشکر نباشد این طاغوت چی است؟ هیچی نیست، از دستش هیچی نمیاد. اگر امروز همین لشکرها این یک نفر طاغوت کرده، اطاعت کرده، به خاطر این یک نفر مردم کشی نکنند، بلکه مردم مسلمان کمک کنند و یاری کنند، الله اطاعت کنند، دین الله به چنگ زنند، طاغوت یک روز به نابود میشه. طاغوت کننده ها همین لشکرهای طاغوت است. لشکرهای طاغوت است که طاغوت میکند، دفاع میکند، به خاطر طاغوت مردم های مسلمان میکشد. والعیاذ بالله سختترین گناه همین طاغوت پرستو است. حفاظت کنندگان طاغوت، نگهدارندگان طاغوت خودش مسلمان میگه، اما دفاع کننده طاغوت است، البته که مسلمان نیست. الله سبحانه و تعالی برای مسلمان شدن اسلاویه را گذاشت. الله سبحانه و تعالی برای مسلمان شدن شرط را گذاشت. الله سبحانه و تعالی فرمود فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. هر کسی که کفر ورزید به طاغوت و ایمان آورد به الله، انمین است که چنگ زده است بر اسمان محکم لا اله الا الله. یعنی همان وقت انسان مسلمان می شود که کفر بر طاغوت ورزد. یک نفر خودش مسلمان گوید، خدمت کننده طاغوت باشد، دفاع کننده طاغوت باشد، نامعقول کرده است. بهترین آدم، با آدابترین آدم، صدقه کننده ترین آدم باشدن کفر است. برای همین ما به لشکران طاغوت میگوییم که به خود بیایید، به این دنیای نمروزه، به این دنیای یک ساعته بی ارزش، به این دنیای فریب و نیرنگ که شباده مثل شباده روان است، زود روان است، فریفته نشوید. در روز قیامت همراه طاغوت میخیزید. اگر شما خواهید که عزتمند باشید، سربلند باشید، در این دنیا و آخرت نجات یابید، همراه مسلمان ها باشید، همراه موحدین باشید، توبه کنید و همراه موحدین باشید. دیگر یگان راه نیست. شما با کشتن طالب علم ها، با کشتن علما، با کشتن اهل سنت و جماعت مسلمان های موحد این سخن حق نابود کرده نمیتوانید. شما لشکران طاغوت، اگر به شما تا امروز هیچ کس نگفته باشد تا همین روزم کافر بودید، بعد از این روزم کافرید، تا روزی که توبه نکند کسی که لشکر طاغوت است کافر است. و باید این خوب نغز کک به گوشش بگیرد.